ساعت 1 مارس سال 2023 یک ماشین تمغه مرسدس در کوچه نصرت الله مقسوم شهر دوشنبه به سیمچوب کانور راه برخورده دو پاره شده است و سپس آتش گرفته است. در نتیجه راننده این ماشین شهروند 22 ساله ازبکستان در جای حادثه جان داده است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با نشر 4 عکس از جای حادثه خبر داد که سبب این صدمه مرگاور سرعت بلند بود. بنا به این منبع صحنه 18 مارس سال 2023 تخمین ساعت 01:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 002KK03 اسرائیلوف اسدبک اسماعیل اوغلو سال تولدش 2000 شهروند جمهوری ازبکستان استقامت کننده نویه چارتاق ولایت نمنگان هنگام توسط راه ماشینگرد کوچه نصرت الله مقسوم از جانب محله ظفر به سمت خیابان اسماعیل سامانی با سرعت بلند حرکت نموده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سیمچوب کانور راست راه برخورده است. در نتیجه ماشین به دو قسم جدا شده، قسمت قفای автомاشین آتش گرفته است. راننده ماشین در نتیجه برداشتن جراحت‌های وزنی جسمانی در جای حادثه به هلاکت رسیده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت وابسته به این حالت مواد ضروری ترتیب داده شده تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که صبح 18 مارس سال 2023 در بین همگی 2 ساعت در جمهوری 2 صدمه مرگاور رخ داده است. از جمله صبح 17 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 08:10 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا شیرخانوف حبیب‌الله سال تولدش 2001 ساکن نویه شهر نو هنگام حرکت در شورای دوشنبه ترسونزاده در حدود جماعت دیهات چوست نویه شهر نو از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران دولتوف سفر سال تولدش 1957 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران دولتوف جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین اما صبح 17 مارس سال 2023 تخمین ساعت 2:15 دقیقه راننده автомاشین تمغه تویوتا کامری رجب شمس‌الدین سال تولدش 1982 ساکن نویه خوولین هنگام حرکت در گذرگاه اتومبیلی فاصله روی سپتامین جبو رسولوف در کیلومتر 57 پیکت 6 از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به طب لواز تحت اداره ماشینیست عبدالرسولوف دلیرجان سال تولدش 1998 ساکن نویه باباجان غفورов برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین تمغه تویوتا کامری رجبوف جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.